درود به بیننده ما. امیدوار هستم صحتمند باشین، تندرست باشین و دور از عافیت گزنده باشین. دوستان عزیز، امروز ما نوبت مالچرونی هستیم همراه خورزاکا، اسامالدین، اسامالدین و علی جان. اسامالدین اکاو بیارن، اکاو دودر، علی جان خاله بچه یا خواهرزاده خدیمان. امروز نوبت مالیم. مال چریده است، کمتر استراحت داره. ما هم از فرصت استفاده بردیم، گفتیم که یک استراحت کنیم. همراه خورزاکا سوال جواب میکنیم، میبینیم که لیاقت مردم کوهستان در شرایطی که بعضی ها پست میزنن، بعضی ها میگن که مردم کوهستان خیل و خیل، میبینیم که لیاقت خوانندگان مکتب میانه مردم کوهستان دانششون در کدام سطح قرار داره. اسامالدین در صنف چند میخونی؟ علی جان بیا، علی جان اینجا بیا. در صنف چند میخونی؟ صنف 6. علی جان تو چی؟ صنف 5. صنف 5 میخونی؟ اسامالدین ای علی جان یک سال کلونی ها تو؟ یک سال کلونه. خب اسامالدین تو چی؟ اسامالدین من در صنف 7 میخونم. صنف 7 میخونی؟ در کدام مکتب میخونی؟ مکتب مؤسسه تحصیلات مالی امیر رقم 11 به نام یوسفی اورمدوف، دهه یاد، ناحیه شمسی شاهین. ناحیه شمسی شاهین. آفرین. خب سوال ای کی سر میکنی؟ خیلی بیاین ای اسامالدین سر میکنیم. سوال را ای اسامالدین سر میکنیم. این گلوی زنبورا که چیندین این بسیاری با چی کار میکنی یورا؟ یا چه داروگی هم؟ داروگی؟ برای دندون درد؟ بسیاری باید نچینین، ریشاش قطیبا نکنده باشین. نه سلا بفیم. سلا را خرید بفته؟ کو؟ اوشا با کی را بفته ایسا دیگریشه؟ ایشا با هم کیشونا، علی جان شونا. با علی جان شونا؟ کو اوشا ایسا را بگی؟ خرید بفته؟ کم تبزه. ولی اچرت که نوبت که با کی را بفته ایسا؟ با علی را میبافم بعد با اسامالدین. با علی را میبافیم بعد با اسامالدین. علی جان تو نمیتونی بفته؟ نه. اسامالدین تو چی؟ نه. میشه کو او طرف نگاه که مال طرف گندم نرفته باشه. بیا. خب اسامالدین، اسامالدین سوالتون تیاری؟ جواب داده میتونی؟ ای خرید گفتی اورسا اویرینی هستی؟ خیلی اویرینی که باشی سوالت میتونم. اگر که به سوال جواب خوب دادی توفت میتونم. اگر 3 سوال میتونم، اگر که جواب خوب دادی 10 سومونی توفه. اگر که جواب به 2 سوال جواب دادی 5 سومونی توفه. به 1 سوال جواب دادی یعنی تیاقتی یادت میزنم. میشوه؟ خیلی میبینیم. اگر که 3 سوال زیاد جواب را دادن گرفتی اگر با توفه زیاد میشوه. خیلی اگر وقت زیادی بد نمیشود، اگر سوالو ممکن زیاد شوند توفه زیاد نمیشوه. ای 20 سومون. خب خیلی سر میکنیم. در صنفی گفتی 7 میخونی یعنی؟ صنفی 7. کدام فن رو بسیار توجه داری، دوست میداری؟ با فنهای دقیق. فنهای دقیق. فنهای دقیق در کدام فن رو داخل میشوند؟ ریاضی، فیزیکا، شیمیا، بیولوژیا و دیگرها داخل میشوند. فنهای دقیق در. با زبان ادبیات چی؟ تاریخ. شوق داری؟ خب سر میکنیم. فنهای بگیم همین زبان مادری و ادبیات سر میکنیم. سوالو را ادبیات از کدام کلمه گرفته شده، چی را میآموزه؟ ادبیات از کلمه عربی گرفته شده، معنیش ادب آموختن میباشد. ادب آموختن. خب سوال دوم، سردفتر ادبیات کلاسیکی فارس تاجیک
صدفتر ادبیات کلاسیک فارس توجیک ابو عبدالله رودکی میباشد. ابو عبدالله رودکی میباشد. ابو عبدالله رودکی در سال 858 در 5 امروزه تولد شده است و سال 941 وفات کرده است. آفرین. بعد سوال جواب پره دادی، جواب قانع کننده. ما رات نگرفتیم سالا بفتاییم نه؟ نه. خیلی بوف. سوال دیگر. یک شعر از استاد ابو عبدالله رودکی. تا جهان بود از سر آدم فراز، کس نبود از راه دانش بی نیاز. مردمان بی خرد اندر این زمان، راه دانش را به هر گونه زبان گرد کردند و گرامی داشتند. تا به سنگ اندر همه بینگاشتند، دانش اندر دل چراغی روشن است و از همه بد بر تن تو جوشن است. آفرین. علی جان تو این شعر میدونی؟ بله. آفرین. خب با سه سوال جوابی خب پر دادید، جوابی قانع کننده دادی اسام‌الدین. آفرین. در مکتب خیلی چی نمیکنی اخی؟ با گفتی مردم کوچکی خولیگانی نمیکنی؟ نه. خولیگانی نکن. آفرین. خب سردفتری ادبیات معاصر تاجیک. سردفتر ادبیات معاصر تاجیک صدرالدین عینی میباشد. صدرالدین عینی میباشد. صدرالدین عینی شاعری هم کردگی ای؟ شاعری کردگی ها؟ شاعری کردگی است ولی نویسنده است. نویسنده است. قهرمان هم است؟ قهرمان جمهوری تاجیکستان نیز است. آفرین. یکم شعر میدونی صدرالدین عینی شعر نه؟ شعر بیاید رفیقان درس خوانیم و بیکاری و نادانی نمانیم، با عالم هر کسی بیکار ماند و چشم اهل عالم خار ماند. آفرین. آفرین. ای بگیم رمان و پویستوی که نویسندگی صدرالدین عینی یگان نامگیر که کو مکتب کهنه آدینه نمونه ادبیات تاجیک و دیگرها نوشته است. آفرین. آفرین. گرم دی مولو را ساس کردی. عثماندو هم سیر کنانی یک دگلت بیار. بیار. کم ترگلی گاش بچین. چی درسی؟ اسام‌الدین تو دام بگی. خب اسام‌الدین سوال دیگر تو بسیار با توجهی مرا بگیم به خود جلب کردی. ادامه میتیم اگه خسته نشیده باشی. نه خسته نشیده؟ آفرین. خب با سوال از ادبیات سوالا را دادیم. یک چند شاعر نامبر که شاعر فارس تاجیک. شاعر فارس تاجیک ابو عبدالله رودکی، ابو علی ابن سینا، ابوالقاسم فردوسی، جلال الدین بلخی، سعدی شیرازی و دیگرها. بس کفایه کننده. خب میگذاریم به فن تاریخ. در تاریخ چه خیلی؟ تاریخ میشه آخه. تاریخ یک جا میخونید؟ تاریخ تنها میخونید یا که تاریخ و حقوق؟ تاریخ میخونیم تمام. ولی حقوق نمیخونید؟ نه اسیم فیاشتی بعد. اسیم فیاشتی. آینده. میشه. خیلی سوال از فن تاریخ. اولین دولت تاجیکان. اولین دولت تاجیکان سامانیان است. اولین دولتی که بزرگ بود کلون بود. اساسگزارش کی بود؟ اساسگزارش اسماعیل سامانی بود. اسماعیل سامانی. چقدر وقت دوام کرد؟ چند سال؟ از سال 874 تا 999. تا 999. اسماعیل سامانی کی بود خودش؟ اسماعیل سامانی همین اساسگزار بود. اساسگزار دولت سامانیان بود و سالهای حکمرانیش 892 تا 907 میباشد. 907 میباشد. همین حدود امروزه تاجیکستان ایمپریای بزرگی دولت سامانی را در بر میگرفت یا نه؟ میگرفت. حدود امروزه تاجیکستان میگرفت. ایران داخل میشید؟ ایران امروزه ایران داخل میشید در ایمپریا. آفرین. خب آخرین سلاله دولت سامانیان کدامش بود؟ آخرین امو حکمرانیشون کی حکمرانی کردگی ای؟ نه ما ابو ابراهیم متاثر. انیق؟ ابو ابراهیم متاثر. خب سوال دوم ای تاریخ. باز
дигар давлатҳое ки тоҷикҳо ҳукмронӣ кардагианд дар аҳди пеш аз Сомониё ё ки баъд аз Сомониё, давлати Сомониён? در همین دولت های فئودالی 17 تا هستند. آنها دولت ساسانیان سالهای حکمرانیشان از 224 تا 651 است. اساسگزارش اردشیر بابکان است و پایتختش استخر و تیسفون می باشد. و دولت سامانیان اساسگزارش اسماعیل سامانی، پایتختش شهر بخارا و سالهای موجودیتش 874 تا 999 است. باز دولت سلجوقیان است. اساسگزارش طغرل، سالهای موجودیتش از سال 999 تا 1141 می باشد. اویدی دولتداری غوریان چی؟ میدونی اگم چیز؟ دولت غوریان اساسگزارش شیناس ابن خورنگ می باشد. سالهای موجودیتش 1147 تا 1215 است. پایتختش فیروزکوه. آفرین. رحمت با معلم شما. کی معلمتون؟ معلم تاریخ. معلم تاریخ معلم حسن‌الدین. ادینه حسن‌الدین. ادینه حسن‌الدین. خب از تاریخ این سوالا را دادیم. خب یک سوال دیگر. امروز شهر بخارا و سمرقند که در عهد سامانی‌ها بودن، در دوره سامانی‌ها شهر بخارا پایتخت دولت سامانی‌ها بوده. خب озир шаҳри Бухоро дар куҷо, дар кадом давлат аст? дар ҳамин давлати Ӯзбекистон. Дар давлати Ӯзбекистон. Пойтахти Ӯзбекистон набоша бо? Не, пойтахти Тошканд. Пойтахти Ӯзбекистон шаҳри Тошканд, а? Бухоро пойтахт нест. Не. ҳамчун шаҳри чи аст? Шаҳри таърихӣ ва фарҳангӣ, а? Самарқанд низ дар ҳамин Ӯзбекистон аст. Хоб, офарин. ҳуҷуми муғуллоро медонӣ кадом солҳо буд? муғулҳо бо сардори онҳо Чингизхон буд ва соли 1206 давлати худро таъсис медиҳанд. Офарин, офарин. Аз фанни физика савол. То мумкин дига туҳфа нагирӣ, барои ки ҳама иёра медонӣ ҳамаша. Бо пешакӣ тайёр карда набошӣ, пешаи навор кардан. Хоб, ай фанни физика гуфтем, а? Физика мегӯед мактабда шумо дар ҳоли ҳозир, а? Фанни физика. Ха. Чӣ ки саволи навбатӣ ай фанни физика. Кор чист? کار بزرگی فیزیکی بوده به حاصل ضرب قوه به جسم تاثیر بخشنده و روی ترک کرده جسم برابر است. کار ساز. ما راستی گپ فیزیک دیگه سوال نمیدونم. خیلی چیزی که میدونی درباره فیزیک مقصد خودت بگو. فیزیک از کلمه یونانی فیوزیس گرفته شده. معنایش طبیعت میباشد. قابلیت کاری اجرا کنی جسم ها را انرژی می نامند. کاری اجرا شده را در واحد وقت توانایی می نامند. زیچی این بزرگی فیزیکی است که به نسبت قوه به نسبت ماسه و در حجم آن برابر است. خب میگذاریم به فن زبان تاجیکی، زبان مادری خودمون. زبان چیست؟ زبان مهمترین واسطه علاقه بین مردمان می باشد. ما با واسطه زبان گفتگو میکنیم و فکر یکدیگر را به پورگی میفهمیم. آفرین. اسم چیست؟ اسم آن حصه نطق است که نام اشیا را میفهماند و به سوال‌های کیها چیها جواب میشود. یک قرصک میزنیم برای اسام‌الدین. آفرین. خب صفت چیست؟ صفت آن حصه نطق است که عمل و چگونگی اشیا را میفهماند و به سوال‌های چی خیل چگونه جواب میشود. خب آفرین. از فن زبان سوالای ما خلاص شد. یک جمله بگو که در او جمله صفت باشد، اسم باشد و شماره. مالا با پایین رفتن آزی بیست. مالا پایین رفتن؟ بابا هیچ گرد نیست. دوستای عزیز، مال ما یک کم تر 5 شده است، پریشان شده است. با اگر که
وقت یافتیم دوام میدیم.